سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. این ویدیویی که دیدید رو میخوایم با هم دیگه بسازیم. قدم به قدم بهتون آموزش میدم. فقط قبل از آموزش لایک کنید، سابسکرایب کنید، دمتون گرم و تو ادامه ویدیو میبینمتون. اول از همه که صحنمون رو آماده میکنیم، یه پلین اد میکنیم و اسکیلش رو 20 برابر میکنیم. فرقی هم نداره به اون صورت، اما در حدی که از دوربین بیرون نزنه. توی تنظیمات دوربین میتونید به بخش تنظیمات خود دوربین برید و از توی ویوپورت کامپوزیشن گاید سه تا اولیه روشن کنید تا این گایدایی روی تصویر رو بهتون بده که بتونید ازش استفاده کنید. حالا پلینی که اد کردیم و اکسترود میکنیم تا یه ضخامتی داشته باشه. تو هر مرحله حواستون باشه که از رندر ویو چک کنید پروژه‌تون رو، چون در نهایت میخواید که اون قاب رو رندر بگیرید. به خاطر همین یه صفحه جدید باز میکنم و 3D ویوپورت رو میذارم روش که دوربینم رو ببینم، اینور کارم رو انجام میدم. دوپلیکیت میکنیم صفحه‌ای که ساختیم و تقریبا اینجا خوبه. حالا اوریجینش رو تغییر میدیم به جیومتری که بیاد این وسط. کرسر رو میبریم به اوریجین صفحه جدیدمون. حالا باید یه باوندری اد کنیم که بولین رو روی کیوب جدیدمون اعمال کنیم. چه کلمه ای، جریمه است مگه؟ چرا کجه؟ چرا کج بود؟ حالا توی تایمای 0، 5 و 10 باسش یه کی فریم لوکیشن میسازیم. ادان هارد آپس رو باید داشته باشید یا اینکه به صورت کاستوم بولین رو انجام بدید از تو مودیفایر. و توی این بخش آبجکت اون باوندری که ساختید رو انتخاب میکنید. اما من از ادان استفاده میکنم اینجا، خواستم توضیح بدم که این موقع قاطی نکنید. توی تایم 0 کاملا توی باوندری لوکیشن، توی تایم 10 که میرسه به همونجا، اما توی ثانیه فریم 5 میخوام یه مقدار بالاتر باشه که یه الاستیکی به انیمیشنش اضافه بشه.
یه MTUV اسفیر اد میکنم و این ستا رو باش پرنت میکنم. تو ادامه اجزای این پرنتمون رو سلکت میکنم و دوپلیکیت، یه مقدار بالاتر از قبلی. خب میتونیم لوکیشنشون هم یه مقدار بیاریم پایین تر، جالب تر بشه. حالا به جز صفحه ای که این کف قرار داره، اون دوتای دیگر رو هرمیتور اسکیل میکنیم، به جز توی محور Z. اینجوری که S رو میزنی شیفت Z. خب حالا اون کیوب آخری که ساختیم رو کی فریماشو یه 5 تا میاریم جلوتر. میبینی؟ جالب شد. حالا یه چند تا نور به صحنمون اضافه میکنیم. اریا لایت ترجیح میدم من. حالا یه سیلندر رد میکنیم و از 32 راونداشو به 64 افزایش میدیم. برای درست کردن کارتامون دوباره از یه پلین استفاده میکنیم و به اندازه دلخواهمون اسکیلش میکنیم دیگه. سالیدیفایش میکنیم که این هم میتونید با هاردابس، یا اگه نه دوباره بیاید سرچ کنید سالیدیفای و اینجا میتونید که ضخامتش رو افزایش بدید یا کمتر کنید. یه نکته‌ای که اینجا باید حواستون باشه، باید بیاید توی خود مودیفایر و آفست رو بکنید 0، چون از هر دو طرف ضخامتش رو افزایش بده. بذارید بهتون بگم، اگه الان مثلا -1 بود میبینید فقط از اوریجین به سمت چپ، ولی وقتی صفرش کنید این اوریجین میفته وسط، چون ما احتیاج داریم این قضیه رو. اپلای میکنیم و گوشه ها رو سلکت میکنیم و راوند. اول اپلای اسکیل، بول